گست هاوس و مردگاه خانه را ما پشتنا بسته نکردیم. طالب بسته کرده، اگر دو میزنی مرا دو نزن، طالب دو بزن. یک لچکی، گرگی، اختطاف 20 رقم قراردادایتان ما بسته نکردیم. ما پشتون طالب بسته کرده، برو طالب یخن شد. مرا چرا قایم گرفتی؟ مرا چرا 24 ساعت توهین و تعقیب میکنی؟ برادر عزیزم، زنگ و جامن و اختطاف و چور چپاول و کشتن و زیر تایر موتر ساختن مردم و ملت طالب بسته کرده، ما بسته نکردیم. پس برای ما دو نزن، برای طالبت برو بدر. مخاطب تموز کت از امو غرض بگیری. 24 ساعت در جان ما نچست. جنرال گرامی، ما اول می شرمم که خودت یک با مسابقه یک جنرال میایی و کوشش میکنی که تجزیه را با من بزنی. این مردم هایی که بیرق هزارستانی بالا میکنن، این مردم هایی که بیرق خراسانی بالا میکنن، اینها در پشتشان دستای رهبرای سیاسیشان است. اگر امی لحظه طالب برشان وزارت بده، جای در جای مقاومت بسته است. والله اگر در قسم ملت اینا نبودن نه هستن. این امی جنرال بود، جنرال بلیاز خدا فرار کرده. خود تو در حقیقت تو ملت غم ملت نمیخوری، ملت یوز میکنی، ملت استفاده میکنی. از احساسات ملت سوی استفاده کرده، بچوکی وزارت معینت و فلان بستان خود میرسونی.